قطره عسل به زمین افتاد. مرچه کوچکی آمد و از آن چشید. میخواست به راه خود ادامه دهد، اما مزه عسل برایش شگفت‌انگیز بود. پس صبر کرد و جرعه دیگر هم نوشید. باز عزم رفتن داشت، اما احساس کرد که خوردن از لبه عسل کفایت نمی کند و مزه واقعی در وسط این حجم از عسل است. پس تصمیم گرفت خود را در عسل بیندازد تا هرچی بیشتر و بیشتر لذت ببرد. مرچه در عسل غوطه‌ور شد و لذت برد، اما افسوس دیگر نتوانست از آن بیرون شود. پایهایش تکان نمیخورد و چسبیده بود و دیگر نمیتوانست حرکت کند. در همین حال آنقدر ماند تا اینکه مرد. دنیا چیزی نیست جز یک قطره عسل بزرگ. آن که به چشیدن و نوشیدن از آن کفایت می کند نجات می یابد، اما آن که خود را در شیرینی غرق می کند هلاک می شود. هر چیزی اندازه و ظرفیتی دارد. دلبسته شدن به دنیا و لذت‌های آن از اندازه‌ای که فراتر برود هلاک کننده می شود.